سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه ابزاری به اسم دانا کلاس. اطلاعاتمون هم مستقیما از چیزاییه که خود دانا کلاس گفته و معرفی کرده. اگه شما هم جزو کسایی هستین که از سر و کله زدن با نمیدونم چند تا برنامه مختلف یا فایلای اکسل شلوغ بلوغ برای مدیریت آموزشگاهاتون خسته شدین، خب این بررسی شاید به دردتون بخوره. دانا کلاس میگه دیگه نیازی به این همه پراکندگی نیست. ببینیم چطور. خب پس سوال اول اینه که دنبال یه راه ساده تر و هوشمندتر برای مدیریت آموزشگاهیم، درسته؟ دقیقاً نکته جالب یعنی محوری که دانا کلاس میگه همینه. یک پارچگی. میگن 8 تا ابزار اصلی مدیریت رو آوردن تو یه برنامه که هم مدیر بتونه استفاده کنه، هم معلم، هم هنرجو. هر کی پنل خودشو داره ولی همه چی به هم وصله. آها، یعنی دیگه لازم نیست هی از این برنامه بری تو اون یکی. آره دیگه، هدف همینه. حالا بعضی ویژگیاش که گفتن واقعاً جالب به نظر میاد. مثلا چی؟ تو بخش مالی چی میگن؟ خب بخش مالی رو گفتن که میشه شهریه هنرجو یا حقوق معلم رو همون لحظه ثبت کرد با سابقه کاملش. بعدن هم میشه فیلتر کرد و گزارش گرفت. حتی میگن خود هنرجو هم میتونه پرداخت شهریه‌اش رو ثبت کنه و به مدیر خبر بده. عجب، این جالبه. آره. بعد نمودار درآمد سالانه رو هم نشون میده بر اساس همین شهریه ها. رسید هم میده؟ یعنی پرینت و اینا؟ بله، گفتن امکان پرینت یا ذخیره PDF رسیدها هم هست. خب این از مالی. در مورد کارهای روزمره کلاس چی؟ مثلا حضور و غیاب، ارتباط با بچه‌ها. اونم گفتن ثبت حضور و غیاب هست، هم میشه کل کلاس رو یهو زد، هم تکی برای یه نفر. بعد برای اطلاع رسانی و اینا میشه پیام و نوتیفیکیشن فرستاد. خب حتی یعنی گفتن یه سری پیام‌های هوشمند خودکار هم داره. حالا جزئیاتش رو نگفتن چیان ولی. هدف نهایی از همه اینا چیه؟ یعنی این همه امکانات تو یه جا. ببین، ادعای اصلیشون اینه: صرفه‌جویی تو وقت. میگن با یه محیط کاربری ساده و ابزارهای کاربردی کلی تو وقت مدیر صرفه‌جویی میشه. کمک میکنه از اون شلوغی و کارهای تکراری نجات پیدا کنن و سریعتر کارا پیش بره. منطقی به نظر میاد. خب حالا چرا یه آموزشگاه باید بره سراغ دانا کلاس؟ یعنی چه مزیتی رو خودشون برجسته میکنن؟ چند تا دلیل کلیدی آوردن. یکی این که میگن تعداد هنرجو و کلاس نامحدوده. هر چقدر بخوای میتونی اضافه کنی. خب این خوبه. دوم، رو رابط کاربری ساده و جذابش خیلی تاکید دارن. میگن راهنما هم داره تو هر بخش که گیج نشی. بعد نکته سومی که خیلی روش تاکید میکنن، امنیت بالا و حفظ حریم خصوصیه که خب خیلی مهمه دیگه. قطعاً. چهارم هم همون بحث یکپارچگیه که گفتیم. 8 تا ابزار، 3 تا پنل جدا ولی مرتبط برای مدیر و معلم و هنرجو. از نظر فنی هم 2 تا چیز گفتن. یکی این که برای هر آموزشگاه یه آدرس اینترنتی اختصاصی میدن، یعنی یه زیردامنه روی خود دانا کلاس. آهان، مثلا myacademy.danaclass.ir. آره، یه همچین چیزی. دوم همین که سروراشون داخل ایرانه. میگن این باعث میشه هم امنیت بره بالا، هم سرعت دسترسی بهتر باشه. جالبه، سوالشون هم بود هوشمندانه انتخاب کنید، هوشمندانه مدیریت کنید. یه جورای خلاصه همین حرفاست. خیلی خوب. حالا فرض کنیم یکی مثل من یا شما که اینو میشنویم علاقه‌مند شدیم. چجوری میشه امتحانش کرد؟ فرایندش رو مشخص کردن. باید بری تو سایتشون و یه فرم درخواست فعالسازی هست اونو پر کنی. بعدش سیستم رو به صورت اختصاصی برای همون آموزشگاه فعال میکنن. رایگان اولش؟ آره، نکته مهمش همینه. گفتن یه دوره استفاده رایگان 45 روزه دارن. 45 روز؟ خوبه ها. آره، برای اینکه کامل با سیستم آشنا بشی و ببینی اصلا به کارت میاد یا نه. میگن سریع فعال میشه و همیشه هم در دسترسه. البته بعد از 45 روز دیگه باید اعتبار بخری اگه بخوای ادامه بدی. پس این دوره رایگان فرصت خوبیه که آدم خودش ببینه این کنترل هوشمند و آنلاینی که میگن واقعا چطوریه تو عمل. در نهایت دانا کلاس داره ادعا میکنه که میتونه سیستم مدیریت آموزشگاه رو متحول کنه با این یکپارچگی و امکانات. آره، و این یه سوال جالبتر رو پیش میاره به نظرم. چی؟
این که خب ما داریم میبینیم که همه چی داره میره به سمت دیجیتالی شدن و ابزارهای یک پارچه، درسته؟ حالا بجز مدیریت آموزشگاه، به نظر چه فرایندهای دیگه‌ای تو همین حوزه آموزش یا حتی کسب و کارهای خدماتی دیگه وجود داره که هنوز خیلی سنتی موندن و میتونن از اینجور یک پارچگی و هوشمندسازی سود ببرن؟ سوال خوبیه، واقعا جای فکر داره. آره، شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی کوتاه با ما همراه بودید.